هنگامی که دنیا برای اولین بار آفریده شد، از قبل تعیین گردید که زندگی هر موجودی چند سال باید ادامه داشته باشد. پس الاغ جلو آمد و سوال کرد که چند سال باید زنده باشد. به او گفته شد 30 سال. آیا این مقدار برایت کافی است؟ الاغ پاسخ داد افسوس، این مدت خیلی زیاد است. فقط به این فکر کنید که هر روز از صبح تا شب مجبورم چند بار سنگین و کمرشکن را بر پشتم حمل کنم. گونی‌های گندم و ذرت را به آسیاب ببرم تا دیگران بتوانند نان بخورند. اما من چیزی به جز کتک و تازیانه نصیبم نشود و تازه از من انتظار داشته باشند که همیشه سرحال و مطیع باشم. تمنا می‌کنم از سالهای عمرم کم کنید. بنابراین ترحم الهی شامل حال الاغ شد و فقط 18 سال عمر برای او مقرر گردید. الاغ با خوشحالی از آنجا رفت و سپس سگ از راه رسید. به او نیز گفته شد دلت می‌خواهد چقدر زندگی کنی؟ 30 سال برای الاغ خیلی زیاد بود، ولی شاید تو به این مقدار راضی باشی. سگ گفت اینطور فکر می‌کنید؟ در نظر داشته باشید که من چقدر باید به این طرف و آن طرف بروم. پاهای بیچاره‌ام انقدر دوام نخواهند آورد. وقتی هم که صدایم را از دست دادم و نتوانستم پارس کنم و دندانهایم ریختند و نتوانستم گاز بگیرم، مگر چیزی به جز خزیدن از گوشه به گوشه دیگر و زوزه کشیدن از من برمی آید؟ پس با تقاضای سگ نیز موافقت شد و 12 سال عمر برایش در نظر گرفتند. سگ هم با رضایت رفت و برای میمون جا باز کرد. به میمون گفته شد بدون تردید تو با کمال میل حاضری که 30 سال عمر کنی. تو مجبور نیستی که مانند سگ و الاغ کار کنی و زحمت بکشی، پس حتما زندگی خوب و راحتی خواهی داشت. میمون گفت افسوس، میبایست همینطور باشد، ولی حقیقت ماجرا چیزی غیر از این است. من باید همیشه برای مردم شکلک در بیاورم و آنها را بخندانم. سیب‌هایی که آنها برایم میاندازند بیشتر مواقع ترش یا خراب هستند. در زندگی زیاد اتفاق میافتد که غم و ناراحتی در پشت نقابی از لبخند و تبسم از نظر پنهان میماند، ولی من این را میدانم که هرگز نمیتوانم 30 سال چنین وضعی را تحمل کنم. به همین خاطر به او نیز اجازه داده شد که 10 سال زندگی کند. آخر از همه آدمیزاد از راه رسید. او که بسیار سالم و بانشاط بود جلو آمد و تقاضا کرد که طول عمر مناسبی به او داده شود. به او گفته شد که تو مدت 30 سال زندگی خواهی کرد. آیا همین مقدار برایت کافی است؟ آدمیزاد با تعجب گفت فقط 30 سال؟ این که خیلی کم است. درست هنگامی که برای خودم خانه‌ای ساختم و اجاق خانه‌ام را روشن و گرم کردم و درست هنگامی که درختانی کاشتم تا در فصل خودشان برایم میوه بیاورند و دارم به این فکر میکنم که از زندگی لذت ببرم، باید از دنیا خداحافظی کنم. تمنا میکنم که زندگی مرا طولانی تر سازید. 18 سال زندگی الاغ را به آن خواهیم افزود. آدمیزاد گفت این هنوز خیلی کم است. 12 سال زندگی سگ را هم به آن اضافه خواهیم کرد. آدمیزاد گفت باز هم کم است. خیلی خوب، پس می توانی 10 سال زندگی میمون را هم داشته باشی، اما بیشتر از این دیگر چیزی نخواه، چون همینقدر برایت بس است. آدمیزاد نیز به ناچار راهش را گرفت و رفت، اما هنوز هم راضی نشده بود. به همین ترتیب است که آدمیزاد 70 سال عمر می کند. 30 سال اول روزهای مردی و مردانگی او هستند. او در این ایام بسیار تندرست و فعال است. با خوشی و رضایت کار می کند و از زنده بودن لذت می برد. سپس 18 سال زندگی الاغ از راه می رسند و یکی پس از دیگری برایش مشکلات و زحمات مختلفی را به ارمغان می آورند. او مجبور است مدام زحمت بکشد و عرق بریزد تا دیگران از آن سود ببرند و استفاده کنند، اما چیزی به جز لعن و نفرین نصیب خودش نمی شود. بعد نوبت 12 سال سگ می شود که در طی آن آدمیزاد مجبور است در گوشه‌ای بنشیند و غرغر کند.
زیرا دیگر دندانی ندارد که با آن چیزی را گاز بگیرد و وقتی این مدت نیز سپری شد 10 سال میمون وارد صحنه می شود. در این هنگام است که آدمیزاد مانند کودکان خردسال کم عقل میشه و دست به کارهای عجیب میزند که باعث میگردد فرزندانش به او بخندند. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. تا داستانی دیگر بدرود.